اینو میدونستین که هیچ احساسی بیشتر از 90 ثانیه توی بدن ما دوام نمیاره مگه اینکه بیش از حد بهش توجه کنین؟ بله، درسته. احساسات یه پاسخ فیزیولوژیکی به عوامل محیط اطرافمون هستن، اما این پاسخ فیزیولوژیکی به طور طبیعی فقط بعد از 1.5 دقیقه از بین میرن. بیاین یکم بیشتر براتون توضیح بدم. وقتی احساسی برانگیخته میشه، بدن شمول سیلی از مواد شیمیایی را آزاد میکنه. این مواد شیمیایی توی بدن شما جریان پیدا میکنن و باعث اون احساس میشن. اما خیلی زود هم از بدن ما دفع میشن و اثری ازشون باقی نمیمونه، مگه اینکه شما به اون افکار ادامه بدین. اینا اصلاً جملات انگیزشی و مثبت نیست و من نمیخوام به شما امید واهی بدم. اینا علم واقعیه. دکتر جیل بولت تیلر این قضیه را از طریق تحقیقات خودش در دانشگاه هاروارد کشف کرد. چیزی که احساسات رو طولانی نگه می‌داره خود اون احساس نیست، بلکه یه سری چرت و پرت و داستان‌هایی که توی ذهنمون به خودمون میگیم و همین داستان‌ها پاسخ شیمیایی رو در بدن ما دوباره تحریک میکنه. پس دفعه بعد که احساس خشم کردین، به جای واکنش نشون دادن، این روشی که در ادامه میگم رو امتحان کنین. به جای واکنش نشون دادن، به اون احساسات فیزیکی توجه کنین. شاید گرفتگی در قفسه سینه یا داغی و قرمزی صورتتون. و بعد به راحتی در حالی که سعی میکنین که منظم نفس بکشین تا 90 بشمارین. اصلاً هم لازم نیست با این احساس مبارزه کنین. فقط منتظر بشین و ببینین که چطور مثل یه موج آب ازتون عبور میکنه. همین که مواد شیمیایی بدنتون بعد از 1.5 دقیقه کاهش پیدا میکنن، خیلی راحت میتونین فروکش کردن خشم رو هم احساسش کنین. همین آگاهی ساده به شما قدرت باور نکردنی میده و شما دیگه افسارتون رو دست احساسات نمیدین، چون ماهیت موقتی اونها رو درک کردین. همچون چیز ساده‌ای پایه و اساس کنترل عاطفی شماست که اکثر مردم هیچ وقت یاد نمیگیرن. احساسات بیشتر مثل سیستم‌های آب و هوایی میمونه. اگر باهاشون نجنگین همیشه میگذرن. همه ما تجربه لحظه‌ای رو داشتیم که به کسی پرخاش کردیم و بعدش پشیمون شدیم. این همون قانون 90 ثانیه است که تجربهش کردیم. وقتی که تازه متوجه میشین چه اتفاقی افتاده، اون احساس موقتی از قبل شروع به محو شدن کرده. تا حالا توجه کردیم که چطور احساسات خودمون رو به خاطر رفتارهایی که اون لحظه داشتیم مقصر جلوه میدیم؟ به طرف مقابل میگیم ببخشید فریاد زدم، من فقط یه لحظه عصبانی شدم. این حرفا مثل اینه که بارون بباره و ما چون چتر نیاوردیم ابرها رو مقصر بدونیم. این حرفا مردم رو قانع نمیکنه و حتی اگه شما رو ببخشن، این رفتارتون میتونه در ارتباطات آینده‌تون تأثیر منفی بذاره. من این موضوع مهم رو به 4 ویدیو تقسیم کردم و در این ویدیو میخوام 2 راه حل برای کنترل احساسات بهتون بدم. پس این ویدیو رو تا آخر ببینین تا بتونید راحت‌تر با احساسات لحظه‌ای خودتون کنار بیاید و بتونین زندگی بهتری تجربه کنین. اگه تا اینجا از ویدیو خوشت اومده و دلت میخواد بیشتر در مورد خودت و پیشرفت در زندگیت بدونی، کانال منو سابسکرایب کن تا بتونیم زندگیمونو بهتر از قبل کنیم. اولی روشی که میخوام براتون بگم بازآفرینی شناختیه. اسمش یکم عجیب و سردرگم کننده به نظر میرسه، اما وقتی توضیحش بدم میبینین که چقدر راحت و عملیه. اگه به شما بگم که وقتی اتفاق بدی براتون میفته، اون حس ناامیدی که پیدا میکنیم به خاطر خود اتفاق نیست، چی میگین؟ حس ناامیدی بیشتر به خاطر فاصله بین انتظارات شما و واقعیته. و یه خبر خوب اینه که شما توانایی پر کردن شکاف به وجود اومده رو دارین. بازآفرینی شناختی یه تکنیک روانشناختیه که نحوه نگاه شما به یک موقعیت رو بدون تغییر در خود موقعیت عوض میکنه. مغز ما کارخونه رویا پردازی و پیشبینیه که دائما برامون انتظارات جدید ایجاد میکنه. و وقتی واقعیت با انتظارات ما مطابقت نداره، امکان داره ما ناامید، ناراحت و یا غمگین بشیم. این نوع از بازتعریف موقعیت به معنی نیست که تظاهر کنیم همه چیز خوبه، بلکه به معنی تنظیم دیدگاه شما برای دیدن دقیق‌تر موقعیت بدون منفی بافیه. یه مثال براتون میزنم. فرض کنین ارتقای شغلی که مد نظرتون بود رو به دست نیاوردین. اولین چیزی که به ذهنتون میاد اینه که من یه آدم شکست خوردم و من هرگز پیشرفت نمی‌کنم.
حالا اگه بخوایم این دیدگاه رو باز تعریف کنیم میتونیم بگیم این فقط یه شکست در مسیر شغلی 30 ساله منه. چه درسی میتونم ازش بگیرم و چه تجربه‌ای میتونم از این اتفاق به دست بیارم تا دفعه بعدی شانس بیشتری داشته باشم. وقتی این دو دیدگاه رو با هم مقایسه می‌کنین، می‌بینین که در این حال که هر دو در مورد یک اتفاق هستن، اما دیدگاه اول درها رو برای پیشرفت آینده شما می‌بنده و دیدگاه دوم فرصت‌های جدیدی پیش روی شما قرار میده. تغییر دیدگاهتون یا همون بازآفرینی شناختی ناامیدی‌های فلج کننده رو به چالش‌های عملی تبدیل می‌کنه. این روش مثبت نگری نیست و من نمیخوام بگم که خودتون رو گول بزنین. در واقع برعکسش رو میخوام. ازتون میخوام که اگه شکست خوردین به خودتون بگین من باختم، بعدم باختم و بعد شروع کنید به سوال پرسیدن. چطور میتونم از این وضعیت بهترین استفاده رو کنم؟ این وضعیت چه درسی و چه تجربه‌ای به من میده؟ اگر با مشکلی مواجه شدین، به جای عصبی و مضطرب شدن به این فکر کنین چه راه حلی میتونم ارائه بدم؟ همه ما لحظه هایی داشتیم که فکر میکردیم زندگیمون رو نابود میکنه، اما بعداً به یه نعمت بزرگ تبدیل شده. تغییر چارچوب فکریتون به شما این اجازه رو میده که درست در همون لحظه متوجه بشین چه فرصت‌هایی پیش روی شما هست، نه چند سال بعد و گذشتن تمام اون اتفاقاتی که حس می‌کردین قرار زندگیتون رو خراب کنه اما نکرده. مغز ما یه چیزی شبیه به کارگردانای فیلم‌های درام بیش از حد دراماتیکه. فرض کنید شما در یک جلسه مورد انتقاد قرار می‌گیرین. مغز شما موسیقی غم‌انگیز رو پلی می‌کنه و یه پایان غم‌انگیز هم براتون میسازه که آره، حرفه کاریتون دیگه تمومه. در حالی که بقیه افراد حاضر در جلسه 10 دقیقه بعد کلاً فراموش کردن چه اتفاقی افتاده و فقط به فکر نهار هستن. روش بعدی که میخوام توی این ویدیو باهاتون در میون بذارم یه ترفندیه که من بهش میگم کیت کمک‌های اولیه احساسات. ما معمولاً از جعبه کمک‌های اولیه برای آسیب‌های جسمی استفاده می‌کنیم، اما در مورد آسیب‌های عاطفی چطور؟ تصور کنین یه ابزار مخصوص به خودتون برای زمانایی که به اضطراب و غم گرفتار می‌شدین داشتین. احتمالاً میتونست خیلی بهتون کمک کنه، درسته؟ خب حالا این جعبه کمک‌های اولیه چیه؟ در واقع یه مجموعه ای از استراتژی‌ها، فعالیت‌ها و یادآوری‌هاییه که شما از قبل جهت کمک به خودتون برای استفاده در زمان‌های بحرانی آماده می‌کنین. نکته مهم اینه که باید زمانی که حالتون کاملاً خوبه کیت کمک‌های اولیه رو بسازین، نه وقتی که در بحران گرفتار شدین. این کیت باید محرک‌های احساسی خاص شما رو هدف بگیره و چند حس رو شامل بشه. شامل چیزهایی که میتونین ببینین، بشنوین، لمس کنین و انجام بدین تا مارپیچ‌های احساسی رو قطع و سیستم عصبی پاراسمپاتیک شما رو فعال کنه. پس بیاین با هم یک کیت اولیه درست کنیم تا کامل متوجه بشین باید چی کار کنین. اول از همه بیاین بزرگترین چالش احساسی خودتون رو در نظر بگیریم. این چالش احساسی میتونه اضطراب و یا شک به خودتون باشه. برای هر کدوم یه عمل فیزیکی مثل 10 تا حرکت پروانه، یه عنصر حسی مثل بوییدن یه عطر خوشبو، یه مداخله شناختی مثل یه سوال خاص و یه مؤلفه اجتماعی مثل ارسال پیامک به یک دوست صمیمی رو در نظر بگیریم. این کارها رو در تلفن همراه خودتون یادداشت کنین و چالش‌هایی رو هم که در گذشته بهشون غلبه کردید اضافه کنین. این رویکرد پیشگیرانه باعث میشه که شما طور دیگه‌ای با احساسات خودتون برخورد کنین. به جای اینکه غافلگیر بشین، با ابزارهای سفارشی که مخصوص خودتون هستن، به راحتی میتونید آمادگی لازم رو کسب کنین. این آمادگی که ازش حرف میزنیم یه احساس پارانویایی نیست. در واقع میشه اسمشو یه جور دوراندیشی و خرد گذاشت. خیلی میشنوین که مردم میگن که نمیدونن وقتی احساسات منفی به سمتشون میان چی کار کنن و چطور مدیریتش کنن. این مشکل فقط مختص شما نیست و یه مشکل جهانیه که مردم به ندرت در مورد راه حلش بحث میکنن. مغز شما در طول یک بحران مثل یک کودک نوپای عمل میکنه که توی یه جشن تولد تونسته انبار آب نبات رو پیدا کنه، هیجان زده و ناتوان از گرفتن تصمیم‌های منطقی خودش رو پرت میکنه توی کارتون آب نبات‌ها. این کیت کمک‌های اولیه احساسات همون پدر یا مادریه که فوراً وارد عمل میشه و میگه خب برای امروز شیرینی کافیه.
وقتی متوجه میشید که احساسات سیگنال‌های موقتی هستند و نه اخلاقی که تا ابد با ما همراه باشن، اون زمانه که همه چیز شروع به تغییر میکنه. آلون 90 ثانیه، باز تعریف اتفاقات و کیت کمک‌های اولیه احساسات چیزی رو به شما میدن که اکثر مردم هرگز بهش نمیرسن. راهی برای احساسات عمیق بدون اینکه افسار خودتون رو دست هر واکنش لحظه‌ای بدین. شما هیچ وقت به کمال نمیرسن و اصلاً حتی نیازی هم بهش ندارین. مهم اینه که قدم به قدم یاد بگیرین که قبل از هر کاری یه مکث کوچیک کنین، به جزئیات اطرافتون توجه کنین و بعد پاسخ مناسب رو انتخاب کنین، نه اینکه هر چی به ذهنتون اومد رو فوراً انجام بدید. در بخش بعدی به عادات ذهنی پنهانی که شما رو درگیر خودشون میکنن، مثل نشخوار فکری و اثر نورافکن و نحوه رهایی از اونها میپردازیم. بنابراین اگر آماده هستین که از تسلیم شدن در برابر احساساتتون دست بردارین، شما رو در بخش دوم میبینم. راستی یادتون نره که منو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک بزنید تا با هم بتونیم در زندگیمون پیشرفت کنیم.